سلام خدمت دوستان عزیز. ماکسیما مشکی رو داریم که خودرو به عنوان تمام رنگ و ضرب‌خوردگی تحویل مشتری داده شده، اما به کارشناسی که ما داشتیم به نظر بنده این ماشین اینجا یه برش داشته رفته پایین، یه برش ماشین اینجا خورده، اینجا یه برش کف اتاق اینجا خورده رفته جلو. هولوش 1/3 این اتاق و شاسی جلو سمت چپ مال یه ماشین ماکسیمای سفیده، استوک براش تعویض شد. این سقف هم که بهشون گفتن سقف مال خودش، اما رنگ پوست سقفش از قبل تعویض بوده و مجددا باز ضربه خورده و واژگونی شده و یا تصادف داشته از سمت چپ که اومدن باز مجدد بتونه و رنگش کرد. ماشین شهر دیگه ایه، اما کارشناسیش که ما انجام دادیم اون چیزی که اون بنده خدا گفت نشد. جالب اینه که ماشین هم تعویض پلاک شد.